الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه نوبتی 13 از شرح کتاب الرازیین ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی اصل السنه و اعتقاد الدین است. ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری و ابو زرعة الرازی وفات کننده 264 هجری هستند، یعنی از علمای سلف عصر 3. ما تا امروز رسیدیم به موضوع تقدیر و 2-3 حلقه در بالای تقدیر هم صحبت کردیم و حالا باشد باز موضوع ما درباره القضاء و القدر است. با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی در حلقه های گذشته شما بسیار مسائل را در بالای قدر، تقدیر فهمیدید، مرتبه های او را که 4 است که اگر خواهید که ایمان به تقدیر داشته باشید باید ایمان به علم، ایمان به کتابت، ایمان به مشیت و اراده و ایمان به خلق داشته باشید. و حالا باشد به شما باذن الله یک چند مسائل دیگری که تعلق به تقدیر دارد بیان میکنم. البته فرق قضا و قدر رو حلقه گذشته بیان کردیم. امروز میگویم نمودهای تقدیر. علما میگویند همین مقادیرهایی که یعنی تقدیرهایی که الله سبحانه و تعالی نوشته است اعتبارای گوناگون دارد. یعنی اعتبار به زمان دارد که در هر یک زمان گویا که یک بار تقدیر نوشته می شود، اما همه اصلی همین تقدیر با در تقدیر اصلی اساسی که در اول نوشته شده است وجود دارد. به اعتبار زمان اگر نظر بکنیم 4 نمود تقدیری نوشته شده وجود دارد به اعتبار زمان. یعنی تقدیر کی نوشته شده است و کدام ها نوشته می شود. تقدیر آیا یک بار در بالای انسان نوشته شده است 50,000 سال پیش از خلق شدن، یا که با یگان تقدیر یا یگان روزها یا یگان زمان دیگر است که تقدیر به بالای انسان نوشته می شود؟ انمین سوال است و جوابش رو ما میگیم که تقدیر به اعتبار زمان 4 نمود است. اولین تقدیر علما میگویند تقدیر الازلی عند خلق القلم واللحو. تقدیر ازلی یعنی تقدیری که در اول نوشته شده است. ازلی عادتا یعنی پیش نوشته شده در اول بوده. زمانی که الله سبحانه و تعالی خلق کرد قلم را و قلم نوشته کرد این تقدیر را به لوح المحفوظ. البته به شما معلوم است که حدیث سه اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اول ما خلق الله القلم فقال له. اولین باری که الله قلم را خلق کرد به قلم گفت. معنای حدیث اولین چیزی که الله خلق کرد از قلم نیست، بلکه معنای حدیث همین است که وقتی که الله قلم را خلق کرد اولین چیزی که به قلم گفت چی است؟ اکتب، بنویس. قلم هم گفت به الله که ماذا اکتب؟ چی بنویسم؟ آیا قلم صحبت میکند؟ بله قلم صحبت میکند. عقلی من و شما اینو فهمیده نمیتواند. من و شما فکر میکنیم کسی که فقط زبان داره صحبت کرده میتواند، لیکن در نزد الله سبحانه و تعالی همه چیز صحبت میکند و الله قادر است که هر یک چیز رو صحبت بکند. چه خیلی که در آیات قرآن است یوم نختم علی افواههم. روز قیامت ما به دهان انسان ها چی میزنیم؟ ختم میزنیم، پیچت، یعنی دهان شما محکم میشد و یتکلمو. بعد از این چی سخن میکند؟ دست های شما و پای های شما. پای های شما به سخن میدارد. و این چنین بارک الله فیکم قلم به الله گفت که من چی رو بنویسم؟ الله امر کرد که اکتب مقادیر الاخلاق. همه تقدیر، مقادیرهای همه خلق می شده ها رو بنویس. حالا در این وقتی که تقدیر ما نوشته شده ایستاده بود هیچ چیز خلق نشده بود. الله اول خلق را
خلق کرد آل شد، خیلی که در این حدیث و کان عرشه علی الماء، اول آب رو خلق کرده است الله سبحانه و تعالی، بعد از این عرش رو. و بعد از این والله اعلم به دلالت این حدیث چی است؟ قلم رو و قلم می نویسد تقدیرهای انسان ها رو و بعد از 50,000 سال زمین و آسمان ها خلق می شود. و بالاخره این اولین تقدیر است و انمین تقدیر ازلی که قلم نوشته است و در درون این تقدیر همه نمود حرکت ها به تفصیل وجود دارد. الله نوشته کرده است پیش از خلق آسمان های هفتگانه و پیش از خلق زمین و با تفصیل نوشته کرده است همه مخلوقات و همه حادثه هایی که به وجود می آید، عمر آنها، مکان آنها، وقت آنها، صفت آنها، چی کارهایی که آنها میکنند از اول تقدیر تا آخرشون. خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره حدید آیه 22 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما اصاب من مصیبه فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها این ذلك علی الله یسیر. هر مصیبتی که در زمین میرسد یا در نفسهای شما میرسد مگر این که این در کتاب یعنی در لوح المحفوظ وجود دارد پیش از این که همین واقعه به وقوع پیوندد. و همانا که این کار برای الله آسان است، یعنی هر حرکتی که در روی دنیا می شود، هر مصیبتی که برای شما می رسد و هر حادثه که برای شما یا در روی زمین به وجود می آید این در لوح المحفوظ نوشته شده است. الله سبحانه و تعالی می دانست که چگونه می شود پیش از شدنش و بعد از شدنش و این برای الله آسان است. گشته و برگشته الله در بالای تقدیر میگوید که این ذلك علی الله یسیر و این همانا که برای الله آسان است. چرا الله در اینجا تکرار میکند؟ برای چی؟ برای اون که من و شما در حقیقت وقتی که به عقل این کوچک خود تفکر میکنیم در بالای تقدیر بالاخره ما به یک راه می آییم که آخرش محکم است. از همین جهت درباره تقدیر فکر کردن، بسیار اندیشه کردن و بحث و مناظره و مناقشه کردن از نظر شریعت جایز نیست. خیلی که سلف این امت از ابن عباس، ابن عمر و حسن بصری از تابعین و غیره بسیار منع کردند. برای چی؟ برای اینکه عقل ما در دایره معینی حدود معین است که از همین حدود معین وقتی که بیرون می شود بالاخره به گمراهی می برد. الله سبحانه و تعالی به من و شما خبر داده است که گرچنده که شما فکر میکنید که این مشقت دارد و مشکل است اما برای الله آسان است. بله من و شما یک چیزی دیده امان رو فراموش میکنیم، یک چیزی خونده امان رو فراموش میکنیم، یک چیزهای عادی رو نمیفهمیم اما برای الله آسان است. از همین جهت این یک نفی میکند تشبیه رو. نباید علم الله را به علم مخلوق تشبیه بکنیم. و الله سبحانه و تعالی در سوره یونس 12 میگه و کل شیء احصیناه فی امام مبین و هر یک چیز رو ما برشمردیم، یعنی حساب کتابش انیق و دقیق وجود دارد در امام مبین. امام مبین رو علما چون یعنی کتاب در همون لوح المحفوظ. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند چخیلی که ما مسلم این حدیث رو تخریج میکنند از حدیث عبدالله ابن عمرو ابن العاص که و این چنین به همین معنا امام بخاری هم روایت کرده اند. حدیث متفق علیه در معناش است که میگند كتب الله مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. الله نوشته کرد تقدیرهای همه خلائق را، همه اون مخلوقاتی که خلق میکند پیش از این که خلق بکند آسمان ها و زمین رو 50,000 سال پیش از خلق آسمان ها و زمین. و در همین وقت عرش الله در کجا بود؟ عرش الله در بالای آب بود. عرش الله در بالای آب بود. اگر اضافتا بگیم همه چیز از آب خلق کرده شده است و کل شیء احیا من الماء و کل شیء من الماء حیه. هر یک چیز رو از آب ما خلق کرده میگه. اساس آب است که الله سبحانه و تعالی از آب خلق کرده است. پس انا همین است که مرتبه اول گفته میشد. پیش از خلق کردن آسمان ها و زمین، پیش از خلق کردن بشر و این تقدیر شامل است در برگیرنده همه نمودی تقدیرها است. و این تقدیر را الله نوشته است تا قیام ساعت و تا به جنت و به جهنم داخل شدن همه چیز نوشته است. این یکمین نمودی تقدیر است که در لوح المحفوظ قلم نوشته کرد. دومین نمودی تقدیر تقدیر العمری عند اخذ الميثاق میگن. زمان تقدیر تقدیر عمری که در وقت گرفتن میثاق به وجود آمده است. البته شما شاید میثاق رو ندونید که چی است. میثاق
این یک موضوع بینهایت مهم است. من به برادرانی که طالب علم هستند از اهل توحید، یعنی به اونها میرسونم که همین موضوع رو در حقیقت باید کامل بخونند و کامل بفهمند، زیرا که همین یک حجت و مشت به بالای مرجعه های زمانه است. زیرا که مرجعه ها گویا که همین آیت رو از قرآن گرفتند و پرتافتند، گویا که منسوخ گفتند. اعوذ بالله. عملی به بالای آیت میثاق نمیکنند. با آیت میثاق به خصوص مدخل ایمان ندارند، زیرا که اگر به همین آیت میثاق ایمان می آوردند میفهمیدند که امروزه مشرکایی که شرک رو از روی جهالت به حکم شرک میکند همه اش مشرک است و عذری ندارد به آیت میثاق، زیرا که میثاق حجت است. اما در نزد مدخلی ها این میثاق حجت نیست. درباره میثاق صحبت هم نمیکنند و صحبت کردن هم نمیخواهند. یعنی این است گمراهی اینا. لیکن یک نمودی تقدیر وجود دارد، تقدیر عمری که زمانش این میثاق است. میثاق کی است؟ البته بعد از تقدیر اول. تقدیر اول پیش از خلق آسمان ها و زمین بود، اما تقدیر دوم میثاق بعد از خلق آدم علیه السلام. الله جنت رو مخصوص برای آدم یک جنتی رو خلق کرد، خیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب هادی الارواح الی بلاد الافراح میگویند. و بعد از این آدم علیه السلام رو به اونجا گذاشت و از کمر میگوییم، از کمری آدم علیه السلام همه فرزندان آدم علیه السلام رو بیرون کرد و به اونها حجت رو قائم کرد که من رب شما هستم. و در همین جا یک باره تقدیر را به فرزندهای آدم چی کرد؟ نوشته کرد. تقدیر دوم عمرهایشان رو، رزقهایشان رو، فعلهایشان رو، خوشبختیشان رو. یا که البته که بعضی از علما میگن که در اینجا یعنی از این نمودی چیزها البته نوشته نشده است، که قول راجح نوشته شده است. خوشبختیشون و بدبختیشون، خوشبختیشون و بدبختیشون نوشته شده است. شما نظر بکنید به آیت سوره اعراف، آیت 172 تا 173. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله سبحانه و تعالی میگوید: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. این آیتی چی است؟ میثاق است. یعنی آدم خلق شد، حالا دیگر انسان ها خلق نشده. از کمر آدم همه فرزندان آدم رو الله به یک طرف گرفت. شما میگید به عقلتون که این آیا ممکن است؟ ما میگیم که اگر عقل رو در اینجا هم اگر استفاده برید با گمراه میشوید. عقل ما حدود دارد. یکی از شرط های آموزش علم عقیده همین است که دایره و حدود معین عقل رو بدانید. همه اهل بدعتی که امروز از بدعتشون مکفره یا که غیر مکفره که وجود دارند، سببی مشکلی اساسی اونها این است که عقل خود را از دایره معین شده باز اجازه دادن که بیرون شود. عقل رو که اجازه دادن که در بالای قرآن و سنت حاکم باشد، بالاخره به عقل این پوسیده و به عقل این کوچک و به عقل این ناکام چی کردند؟ آیت قرآن رو بالاخره نفهمیدند و تحریف کردند، انکار کردند، تعویل کردند و این صفت همه اهل بدعت است. آیت معناش همین است که زمانی که رب تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، الله به محمد خطاب کرده است و اذ اخذ ربک، زمانی که رب تو ای محمد عهد و پیمان گرفت من بنی آدم، از فرزندان آدم عهد و پیمان گرفت. این حقیقتا کسی که میگه که نه این وجود ندارد، این وقت فقط تلاوت میشد، اعوذ بالله کافر است. عهد و پیمان گرفت الله از هر یکی من و شما عهد و پیمان گرفته است. من و شما هم در همون ذریه آدم علیه السلام بودیم، ما هم برآمدیم از ظهور، از کمری آدم علیه السلام، ذریتهم بیرون کرد ذریه آدم علیه السلام رو. و اشهدهم یعنی عهد و پیمان گرفت بچی و اشهدهم به اونها را شاهدشون کرد و به اونها قیام حجت کرد الله به همه انسان ها، خواه کافر خواه مسلمان که در اینجا است. هر یک انسان شهادت داد بر نفس خودش به خودش شهادت داد. الله به اونها سوال کرد که الستو بربکم،
ای فرزندان آدم آیا من رب شما هستم یا نیستم؟ آیا من رب شما هستم؟ همه فرزندان آدم از همین روز اول تولد تا روز قیامت تولد می شدگش گفتند شهادت دادند. اینجا ببینید شهادت دادند، عهد و پیمان به الله بستند که قالوا بله شهیدنا، گفتند که بله نعم، یعنی بله یعنی معنای بله و نعم. بله هم به معنای نعم لیکن من باب تأکید است، تأکید تر است. بله یعنی نعم نعم، آره آره ای الله، آره تو ربی ما هستی. شهید نه، ما شهادت میدیم، ما شهادت میدیم که تو ربی ما هستی. الله در دوام چی میگه؟ ان تقولوا یوم القیامت ان كنا عن هذا غافلین. نگوید روز قیامت اومده نشود که بگوید که ای الله ما از این عهد و پیمانمون غافل بودیم. او تقولوا، یا که بگوید که انما اشرک اباؤنا، همانا که شرک ورزیدند پدرهای ما پیش از ما و ما فرزندهای بعدی آنها بودیم. افتهلکنا بما فعل المبتلون، آیا ما را هلاک میکنی با آن چیزی که مبتل ها کردند؟ یعنی معنای آیت همین است که وقتی که فرزندهای آدم را الله از کمر آدم گرفت و به اونها گفت که آیا من رب شما هستم یا نیستم، اونها گفتن که شهادت میدیم که تو رب ما هستی. بعد از این الله گفت که انکنون همین چیز فراموش نکنید. روز قیامت آمده نگوید که ما فراموش کردیم. اگر آمده گوید که ما فراموش کردیم تو رب ما بودن رو، قبول نیست. یا که اگر روز قیامت آمده گوید که ما باباهایمان گذشته ها پدرامون شرک و کفر کردن، ما هم به اونها پیرو شدیم، ما رو به خاطر اونها هلاک نکن، نگوید. یعنی این حجت یک قوی ضد مشرکین است و ضد عازری ها است و ضد این مدخلی های حزبی های و این قبوری ها است. و این چنین انمین یک مرحله چی است؟ مرحله بارک الله فیکم عهد و پیمان و میثاق، و مرحله دومی بارک الله فیکم نوشتن تقدیر است. یعنی در همین جو هم تقدیر انسان نوشته شده است یک باره. خیلی که از ابن عباس رضی الله عنهما صحیح است که انه قال خلق الله آدم، الله آدم رو خلق کرد و اخذ میثاقه انه ربه، و الله میثاقش رو گرفت، یعنی شهادت بدهند هر کس رو که الله رب است. یعنی اولا به آدم علیه السلام، از آدم علیه السلام عهد و پیمان گرفت که آدم علیه السلام گفتن که بله ای الله تو رب من هستی. و کتب اجله و رزقه و مصیبته. انا اینجا محل شاهد است که بعد از این الله اجلش رو، یعنی مرگش رو، روزی آخرش رو، و رزقش رو و مصیبتی که بر بالش می آید همش رو در همین روزی میثاق نوشته کرد. ثم اخرج ولده من ظهوری کهیئت الذر. و بعد از آدم رو به پایان رسانیدن، عهد و پیمان و تقدیرش نوشته شدن، بعد از این از همون کمر آدم علیه السلام فرزندان آدم علیه السلام رو تا آخرین فرزندش بیرون کرد به مانند یک دانچه ها. فاخذ میثاقهم انه ربهم، عهد و پیمان گرفت که همانا که رب آنها الله ربشون است. و کتب اجلا و ارزاقهم و مصیباتهم، و بعد از این مرگشون رو و رزقشون رو و مصیبتهاشون رو چی کرد؟ بارک الله فیکم نوشته کرد. بعد از این مصیبتهاشون رو و رزقشون رو نوشته کرد. روایت ابن جریر الطبری هست که در تفسیر ابن جریر طبری مجله دهم 550 می آید. و روایت دیگر در سنت آمده است که مقادیر بنی آدم عند اخراجه من ظهور ابیهم اخرجه طبری میگن علما، یعنی مقادیر تقدیرهای آدم علیه السلام و فرزندانشان این چنین در همون میثاق نوشته شده است. خیلی که ابن جریر طبری از حدیث هشام ابن حکیم روایت میکنند. و صحیح ترین یعنی اثر در اینجا میگن اثر ابن عباس است و در این مسئله حدیث مرفوع ثابت نشده است. و اما مسئله میثاق در قرآن ثابت است. این مرحله دومی بارک الله فیکم نوشته شدنی تقدیر بود، میثاق. دو نمودی تقدیر به شما بیان شد. تقدیری که در لوح المحفوظ یکم نوشت الله سبحانه و تعالی، و بعد از این تقدیر دومی که در وقت عهد و پیمان یعنی میثاق نوشته شده است. سوم نمود تقدیری میگن تقدیر العمری عند تخلیق النطفه. تقدیر عمری، زمان و وقتش در وقت خلق شدن نطفه.
چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره فاطر 11 میگوید وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. یعنی ببینید هر یک حدیثی که میشه در کتاب مبین هست و این برای الله آسان است و در این مسئله خلق حدیث مشهور است و همه شما این حدیث میدونید. حدیثی که متفق علیه هست، امام بخاری و مسلم روایت میکنند که حدیث از عبدالله بن مسعود در خلق کتابت ثابت شده است. بارک الله فیکم. در خلق کتابت ثابت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یکی از شما، هر نفری که شما هستید، هر نفری که هستید، در اولی پیدایشتون چگونه میشوید؟ آبی که از مرد میبراید داخل میشود به همون جنین زن، یعنی رحم زن، به همون مکانی که در همونجا یعنی جایی به وقوع که پیوست شدن آب مرد و آب زن است و در همونجا آهسته آهسته می سبزد. چی می سبزد؟ همون نطفه ای که نطفه زن و نطفه مرد است آهسته آهسته می سبزد و به تخم تبدیل می یابد و بالاخره بعد از 120 روز بگوییم، یعنی 40 روز 40 روز و 40 روز، 40 روز اول الله المستعان. پس بارک الله فیکم، حدیث همین رو بیان میکند که یک انسان در درون مادرش، در بطن مادرش 40 روز در حالت چی میموند؟ نطفه، و بعد از این به گوشت پاره یعنی علقه، و بعد از این به یک مرحله دیگر میگذرد که بعد از 120 روز شدن الله سبحانه و تعالی یک ملائکه رو میفرستد و به همین 120 روزه نطفه که در درون مادرش هست روح دمیده می شود، روح می دمند، فینفخ فیه الروح، به این روح دمیده می شود و بعد از روح دمیده شدن 4 کلمه نوشته می شود. الله امر میکند به ملائکه 4 کلمه به اولش نویسید. چی؟ عملش رو، یکم رزقش رو، دوم اجلش رو یعنی روز مرگش رو، سوم و خوشبخت یا که بدبخت بودنش رو بنویسید. حدیث البته حدیث صحیح است و این مکان یا وقتی سوم است که سومین مکان یا بگیم سومین زمانی هست که تقدیر نوشته میشد بعد از 120 روزه شدنی کودک. بارک الله فیک. اما 4م مکان شب 4م زمان شب لیلة القدر است. تقدیر الحولی میگن فی لیلة القدر. چخیلی که الله میگه فیها یفرق کل امر حکیم، در همین شب لیلة القدر تفریق کرده میشد هر یک امر حکیم. یعنی این دلالت به چی میکند؟ یعنی در همین شب تقدیر در اینجا بار دیگر نوشته می شود. سوره دخان 4. از ابن عباس روایت است که میگند یکتب من الکتاب فی لیلة القدر ما یکون فی السنة من موت و حیات و رزق و مطر حتى الحجاج یقال یحج فلان یحج فلان. اخرجه الطبری. البته روایت صحیح است. ابن عباس میگند که در شب لیلة القدر تقدیر نوشته می شود. چگونه؟ همون تقدیری که یکم نمودی تقدیر بود در لوح المحفوظ نوشته شده بود، از همونجا می آورند و می نویسند 1 ساله تقدیری همه انسان ها را که این در همون 1 سال کی وفات میکند، کی زنده میماند، کی رزقش چگونه میشد، چگونه باران باریدنش نباریدنش، حتی میگن حاجی ها به حج رفتنش در همین سال نوشته میشد که فلان آدم حج میرود و فلان آدم حج نمیرود. بارک الله فیکم. اکنون شما فهمیدید که 4 نمود
تقدیر زمانی بوده است. تقدیر اول که همه نمود تقدیر همه از اول تا آخر نوشته شده است در لوح المحفوظ. تقدیر دوم میثاق، تقدیر سوم بارک الله فیکم در بطن مادر و تقدیر چهارم زمانش در شب لیلة القدر. سوال اینجا است که آیا این تقدیرها از همدیگر علاهیده جدا هستند، فرق دارند؟ آیا تقدیری که در شب لیلة القدر نوشته می شود یا که در میثاق یا که در بطن مادر، آیا این از همون لوح المحفوظ بوده جدا هست و علاهیده است یا در اون نیست؟ بلکه بارک الله فیکم این تقدیرها همش از همین تقدیر است. او تقدیر اصل و اساس است و اما همون رو می آورند و بار دیگر می نویسند هر سالانش رو در شب لیلة القدر، یا که عمری رو در بطن، یا که باز از اول تا آخرش رو در میثاق. بارک الله فیکم. پس با همین شما می فهمید که تقدیر اینچنین وقت و مکان ها دارد و اینچنین چهارم نمودی تقدیر را خیلی که بعضی از علما ذکر میکنند، پنجم نمودی تقدیر رو بگیم و چهار نمودی تقدیر رو گفتیم، پنجم نمودی تقدیر رو میگن که تقدیری ایام وجود دارد، تقدیر روزها، یعنی هر روز تقدیر نوشته میشد و دلیل میگیرند کل یوم هو فی شأن، سوره الرحمن آیت 29 بمانند ابن القیم الجوزی و غیره. و این نمود تقدیر تقدیری پنجم است که این را تقدیری یومی گفته میشد. اما مثلا عبدالعزیز طرفی در کتاب خراسانی میگد که ولم ارى فی سنتی ولا فی کلام الصحابه والتابعین ذکرا للکتابه فی هذا التقدیر من وجه یصح والله اعلم. من نه در سنت و نه در کلام صحابه و تابعین یک یادآوری درباره این تقدیر ندیدم که با سند صحیح باشد، والله اعلم. لیکن از گفته علما برمیآید که 5 تقدیر وجود دارد. تقدیر اصلی که ازلی در لوح المحفوظ است، تقدیر در میثاق، تقدیر در بطن مادر و تقدیر در شب لیلة القدر و تقدیر روزی هر روزه که در پگاه روزی بعد از فجر تقسیم کرده می شود. بارک الله فیکم. و همه این 5 تقدیر را که 4 نمودش را همه اش را این تقدیر اساسی که ازلی در بالای لوح المحفوظ دارد. حیاکم الله بیاکم. این بود مسئله نوها و نمودهای تقدیر و کی نوشته شدنش. برای شما ضرور است اگر بگوید که به ما چی فایده دارد فهمیدن این مسئله. به ما فایده دارد که تقدیر نوشته شده است. اولا به چیزی گذشته نباید شما زیاد درد کشید و الم کشید، بلکه میگید که قدر الله ما شاء فعل و کان امر الله قدرا مقدورا. و بعد از این هر روز وقتی که نماز فجر میخونید البته که دعا میکنید، استغفار میکنید و البته که همون روزتون رو برای تقدیرش رو خوب شدن البته که مشغول میشوید به رضا کردن الله سبحانه و تعالی. و این چنین در شب لیلة القدر. بارک الله فیکم. اگر شما بگویید که تقدیر نوشته شده است، دعا کردن من چه فایده دارد؟ در تقدیر نوشته شده است که همین بنده دعا میکند و به سبب دعایش تقدیرش همینچنین میشود. از همین جهت اگر کسی که موفق به زنده بیدار شبی کردن، بیدار خوابی کردن در شب لیلة القدر موفق بشود، یا که هر پگاه روزی بعد از نماز فجر به ذکر و دعا مشغول باشد، پس این در تقدیرش هم کارهای خیر خوب موفق است. اما اگر به تقدیر تکیه کند و او جبری باشد، همه چیز در تقدیر است گوید، نه به شب قدر اهمیت بدهد، نه به دعای بعد از فجر و به ذکر و چیزها مشغول نشود، البته که به همون عملش دیده تقدیرش بد می شود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الله دانسته بود 50,000 سال پیش که این آدم همچنین است و تقدیر این البته که بد نوشته شده است. بارک الله فیکم. ان شاء الله امیدوارم که مسئله رو فهمیدید. اما یک چند مسئله مهم را علما در باب تقدیر ذکر میکنند. مسئله های مهم این است که ما باید بدانیم که عقلهای ما در ادراک و فهم مسئله قدر، تقدیر، مقادیر چی است؟ قصور دارد، کمبودی دارد. معنای سخن این است که عقل با تمام جانبی یعنی این مسئله ادراک، علم داشته نمیتواند و عقل کاملا همین مسئله قدر را از همه جهتش بیان کرده فهمیده نمیتواند.
در اینجا به ما ضرور است که تسلیم شویم و این یکی از فرضهای من شما است که ما باید تسلیم شویم و توقف کنیم از اون چیزی که در قرآن و سنت درباره تقدیر نآمده است، درباره قدر نآمده است. زیرا بسیاری گمراهی اهل بدعت رو درباره قدر وقتی که نظر میکنه، جبری ها رو، جهمی ها رو، جهمی یا که قدری ها رو، معبد الجهنی، میبینید که سبب گمراهیشون عقل خود رو در اون جایی که نباید استفاده برند استفاده بردند و در حدود نه ایستادند و تسلیم به همون منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم نشدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان را چگونه تعلیم میدادند؟ بحث و مناظره در بالای قدر نکنید. البته شریعت در این باب یعنی به یک چند قسم تقسیم می شود. اگر بالعموم بگوییم شریعت اکثریت جای دینی ما، شریعتی ما واضح است، آشکار است، یگان جای نافهماش نیست، عقل کاملا درک میکنه تا آخرترین درجهش. اما بعضی از مسائل هست که مسائل غیبی هست و بالخصوص مسائلی که تعلق به الله سبحانه و تعالی دارد، ما باید در این مسائل همون جایی که الله اثبات کرده است اثبات بکنیم و همون جایی که الله سبحانه و تعالی ما رو توقف بیان کرده است توقف بکنیم. به مانند صفاتهای الله که الله بیان کرد، اثبات کرد به خودش صفاتها رو، صفاتهای فعلی و ذاتی رو ما اثبات میکنیم. و بعد از این الله سبحانه و تعالی به ما کیفیت چگونگی صفت رو بیان نکرد، ما توقف میکنیم، می استیم. ما نمیگیم که صفت الله این خیل است اون خیل است، نمیگیم، تشبیه هم نمیکنیم و بعد از این تعطیل هم نمیکنیم مثل اشعری ها و ماتریدی ها. و این چنین مسئله قدر الله سبحانه و تعالی بیان کرد، تو جایی که بیان کرد ما تو همونجا صحبت میکنیم، بیان میکنیم. اما اون جایی که الله با ما بیان نکرد توقف میکنیم. اگر توقف کسی نکرد بالاخره یا جبری میشد، شاگردی عمر خیام میشد، شاگردی سینو میشد و غزل خونده میگردد، یا که قدری میشد، اعوذ بالله، این چنین مجوس میشد. قدری که شد مجوس، یعنی الله نیکی رو خلق کرد، بدی رو ما خودمون خلق میکنیم، دو اله رو گویا که اثبات میکرد و هر دوشم اعوذ بالله گمراهی است. هر دوشم گمراهی است. اصلی گمراهی، اصلی زلالت، اصلی بدبختی انمین مغرور شدن انسان به عقلش است. زمانی که انسان به عقلش مغرور می شود و فکر میکند که عقلش ماشاءالله تبارک الله همه چیز رو عقلش درک کرده شده است و به عقل همه کار رو حل میکند، گمراه میشد. شما به من یک طائفه و یک فرقه بدعتی رو بگویید که به واسطه عقلش گمراه نشده باشد. آیا همچنین طائفه هست که گمراه شده باشد اما بدون عقل به دیگر چیز گمراه شده باشد؟ وجود ندارد. اشعری های قبوری به واسطه عقلشون گمراه شدند. یعنی چی؟ عقل رو از حد و حدودش گذرانیدند و عقل رو حاکم بر بالای قرآن و سنت قرار دادند، نه اینکه قرآن و سنت رو بر بالای عقل. ماتریدی ها گمراه شدند، صوفی های قبوری گمراه شدند، جهمی ها گمراه شدند، معبد الجهنی گمراه شد، کلاب گمراه شد، محمد ابن کرام گمراه شد و همه کلامی ها و فلسفی ها گمراه شدند و امروزه علمای سوء طاغوتی تاجیکستان همش گمراه شد. عقل. مدخلی ها گمراه شدند، عقل. در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر جهل آیا عذر است یا نیست؟ تقلید آیا عذر است یا نیست؟ تعویل آیا عذر است یا نیست؟ قسم به الله مدخلی ها فقط عقلی پوسیده خود رو استفاده می‌برند. برای بعد تاجیکای نگاه نظر کنید، افغانای آذری رو نظر کنید، حزبی ها رو نظر بکنید، همشون عقل را استفاده می‌برند. میگن که اگر شما این خیل بگوید پس نتیجه این خیل میشود. همین عقل است. الله گفت تو نتیجهش رو نظر کن نکن، تو باید اثبات بکنی نتیجه چیزی شود میشود. نتیجهش وظیفه ما نه، وظیفه ما اطاعت و امر، سمعا و طاعتا است. یا در مسئله همه شبهه‌ای که میان شبهه عقلی است، یعنی حدیث رو به عقل خودشون میگیرند و بالاخره صحابه ها رو مشرک میگویند و طعنه به صحابگان و به حتی رسول الله صلی الله علیه و میدارند و در مسئله حکم حتی یوسف علیه السلام رو طعنه میزنند. به چی؟ او یگون دلیل هست؟ نه، به عقل. اینها مغرور شدگان به عقل هستند. ما نباید مغرور به عقل شویم. ما نباید زود
در یک مسئله پیش برویم، ما باید پیش از در یک مسئله صحبت کردن یا که بحث و مناظره کردن یا که گفتگو کردن اول ببینیم که شریعت چی میگوید. شریعت جایز گفته است، پس جایز باشد در اساس قرآن و سنت تو پیش برفت. شریعت بیان نکرده است، پس در اساس قرآن و سنت توقف بکن. و یکی از همون مسئله هایی که باید توقف بکنی در حد معین مسئله قدر است، زیرا که عقل انسان احاطه کرده نمیتواند، این مسئله قدر رو در بر گرفته نمیتواند. اگر همین مسئله قدر از اول تا آخرش به شما بیان شود، حکمت بیان شود، علت ها بیان شود، با وجود این مشکلی به وجود میاد. بارک الله فیکم. پس بارک الله فیکم، انمین است واجبیت من شما که تسلیم شدن است. یک روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از خانه اشون به مسجد برآمدند. از خانه اشون به مسجد برآمدند که در مسجد صحابگان رو دیدند رضی الله عنهم، که صحابه ها در بالای قضا و قدر بگیم، در بالای مقادیر، تقدیر، قدر با همدیگر بحث و مناقشه داشتند. یکیشون در یک جانب، دیگرشون در یک جانب، یکیش یک روایت رو، دیگرشون دیگر روایت رو، رضی الله عنهم بحث و مناظره میکردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من کردند و گفتند ابی هذا امرتم، آیا به همین بحث و مناقشه کردن در بالای قدر شما امر کرده شدید؟ آیا الله شما رو امر کرد که همین تقدیر رو 100% از اول تا آخرش فهمید؟ نه. او بهذا وکلتم، آیا به همین امر شما گذاشته شدید؟ نه. الله سبحانه و تعالی شما رو گفتگو و تا آخرش رفتنی مسئله قدر رو اجازه نداد، بلکه شما رو به چی امر کرد؟ امرتم بالتوحید، امر کرد به توحید، یعنی در جانب دیگری توحید. بله، قضا و قدر از توحید است، از درون رکن توحید است، از رکن هفتگانه است، اما حد و حدود دارد که شما بفهمید که فهمیدید. اما اگر شما خواهید که به عقلتون کاملا میفهمید، بالاخره گمراه میشید، زیرا که عقل فهمده نمیتواند. از همین جهت است که یک چند صحابه و این چنین تابعین قدر را چی میگفتن؟ سر الله میگفتن. قدر این سر الله است. سر معروف است به شما، پنهان، یک چیزی که پنهان است و به جز الله کسی نمیداند. چه خیلی که همین روایت از علی بن ابی طالب شده است، چه خیلی که علی بن ابی طالب میگن که سر الله فلا تکلفه، قدر این سر الله است و خودت رو مکلف به آموزشی به نهایت مسائل قدر که در قرآن و سنت آمده است نکن به عقلت. بله، باید بیاموزی اون چیزی که در قرآن و سنت آمده است، اما از قرآن و سنت زیاد به عقل بدون خبری وحی البته گمراه میشوی. و البته این روایت صحیح است که اجری در سننشون و لالکی در شرح اعتقاد اهل سنت و الجماعه از علی بن ابی طالب روایت میکنن با سندش، و این چنین نحوی همین از طاووس روایت است و یحیی بن معاذ روایت است و مرفوع روایت است که البته صحیح نیست. تو پیامبر صلی الله علیه و آله میبرن، صحیح نیست میگن علما. سر الله بودنی این قدر را از پیامبر صلی الله علیه و آله. حدیث ابن عمر و انس ابن مالک و عایشه مادر رضی الله عنها و بسیاری از امام ها به مانند اجری صاحب کتاب السنه، محمد ابن عبدالبر و غیرشون میگفتن که سر الله است. زیرا که شما وقتی که داخل بر این مسئله میشوید، بسیار بحث و مناقشه میکنید، بالاخره یک جاهای زیادش هست که شما متحیر میشوید، عقل شما درک کرده نمیتواند و به همین عقل کوچکتون سبب میشود که یک چیزی رو انکار میکنید و گمراه میشوید. به مانند قصه جهم ابن صفوان با بودیستا و با فلسفه ها مناظره میکرد و بالاخره شکست میخورد و عقل رو استفاده میبرد و شریعت رو دیگر میکرد. به مانند محمد ابن کلاب، عبدالله ابن سعید ابن کلاب البصری، همچنین به مانند محمد ابن کرام، همه این رأس ها اساسی این فرقه طاغوتی به سبب بحث و مناظره عقلی گمراه شدند. بارک الله فیکم. تسلیم شدن در این مسائل و توقف کردن این امر الله به بندگانش است در همون مسائلی که عقل ادراک فهمیش و احاطه کردن این مسئله رو ندارد. چه خیلی که
رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن یأتی شیطان احدکم، شیطان به یکی از شما می آید و میگوید من خلق کذا و کذا. به شما شیطان سوال میکرد که فلان چیز رو کی خلق کرد؟ شما شاید به درونتون، این شیطان سوال جواب درونی است. به ما سوال بسیار میشد. بعضی برادران میگن که در درون نماز سوال جواب میشود. حتی شیطان میخواد به من وسوسه کند که من الله رو دشنام بدم. اعوذ بالله. همچنین چیزا شیطان میاره شما رو وسوسه میکرد که این چیز رو کی خلق کرد؟ و بعد از این قدر به پیش میرود شیطان به شما سوال میتد و به جای میاد که شیطان به شما میگه من خلق ربک. ای انسان، رب تو رو کی خلق کرد؟ اگر هر یک چیز خالق داشته باشد، رب تو رو کی خلق کرد؟ عقل شما جواب دادن نمیتواند، متحیر میشوید، گمراه میشوید. زمانی که به همین حد اومدید، پیامبر چی تعلیم دادن؟ میگن که فاذا بلغ ذلك، زمانی که به همین درجه رسیدید، وسوسه شیطان به همین درجه رسید که الله رو کی خلق کرده است، میگه چیکار کنید؟ یک گوره فلیستعذ بالله ولینتهی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گوید و بس کند فکر کردن رو. و در بعضی روایت ها بیگوید که آمنت بالله و رسول، ایمان به الله و رسولش آوردم. و بر بعضی روایت ها به طرف چپش ثم لا يدفل عن يساره ثلاثا، 3 بار تف بکند. به طرف چپش 3 بار تف 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 بگوید و انمین وسوسه شیطان رو دور میکند. بارک الله فیکم. البته اصل این حدیث روایت صحیح است. روایت امام بخاری و امام مسلم از ابو هریره رضی الله عنه است و روایت های دوم در مسند امام احمد آمده است از مادر منوشه رضی الله عنها. پس در زمان وسوسه، حتی در درون نماز اگر همین وسوسه آید، شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگید و به طرف چپتون 3 بار توف توف میگید. یعنی توفی زیاد نمیکنید و کمتر همون یک توف نشون میدید که شیطان گویا که به همین میفهمید. بارک الله فیکم. تفکیر در این باب رو الله سبحانه و تعالی و رسولش حرام کرد و این چنین خوض میگن، یعنی مناقشه، کشمکش کردن در باب قدر رو، خصوصا انسان هایی که علم ندارند، من هست. بارک الله فیکم. با همین این مسئله رو به پایان میرسونیم و یک حدیثی خیلی که گفتیم، حدیثی که روایت امام احمد است، این رو بیان میکنیم که ابی هذا امرتم، آیا به بحث مناقشه یعنی کشمکش در بالای تنازع و اختلاف در بالای تقدیر را شما امر شده اید؟ او بهذا وکلتم، آیا به همین موکل شده اید، وظیفه دار شدید؟ ان تضربوا کتاب الله بعضه ببعض، این که کتاب الله رو بعضش رو به بعضش بزنید. انظروا ما امرتم به فاتبعوه، نظر کنید به کتاب قرآن و پیروی بکنید به همون چیزی که شما رو الله امر کرده است. و ما نهیتم عنه فانتهوا، و هر اون چیزی که الله شما رو نهی کرده است باز ایستید. این است اصل شریعت. بارک الله فیکم. با همین نلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باز در باره قدر یک 2-3 حلقه دیگر میکنیم، زیرا مسئله به نهایت نازک است و وسیع است. بارك الله فيكم. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.